دوستان عزیز، من نمیگویم که شما بخارا آمده حتما تمام بخارا رو بینید، اما وقتی که بخارا آمده حتما این بزرگوار زیارت کنید. به چه خاطر؟ به اون خاطر که همین کشوری که با نام تاجیکستان حالا در خریده موجود است، بس خدمت‌های همین بس از تلاش‌های اسماعیل سامانی نام تاجیک زنده شد و زبان تاجیک زنده شد. من این سال 30 ساله میشم و آرزو داشتم که یک بار بخارا بیایم و به زیارت او برسم، دعا خوانم، مسیر قبرش تا جایی که تونستم یک یا دو سوره قرآن بخونم. و امروز 22 مارس سال 2022 من به همین آرزوی دیرینه کودکی خودم به دیدن بخارا و مخصوصا به زیارت امیر اسماعیل سامانی که خودش اینجا خفته است و اما دلش برای ما میتپد، هنوز هم برای ما نگران است که این ملت کی متحد می شود. من آمدم، من آرزو دارم که شما هم اینجا باشید.